صوفی که برخلاف شریعت الهی اندکترین حرکت خود شروع کرد او تصوف نیست، خرافات است، بدعت است، هیچ ارزش نزد خدا نخواهد داشت. مجموعه از احکام الهی است که توسط رسول ما صلی الله علیه و سلم تعلیم، تمثیل و عملی گردیدند تا رابطه ما را با خالق ما، رابطه ما را با خود ما و رابطه ما را با جامعه ما و با مخلوق تنظیم کند. پس در این دین همه چیز است، همه چیز است. ما چیزی را استقلال نمیتونیم بکنیم و این تقسیم صحیح نیست و غلط است. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 300 سال بعد رشد میکنه و به عنوان یک کلمه ویژه‌ای که به یک فرقه ویژه است او تعبیر کرده می شود. علتش هم این بوده که مسلمانای ما وقتی که معنویتشان ضعیف می شود، یک تعداد از اهل علم میگه چی کار بکنیم که مردم متدین شوند، مردم رابطش با خدا محکم شود، از الله بیشتر بترسن، شریعت را استحکام ببخشند. باید سلسله ارزش‌های برش تنظیم شود که با او رو بیارن تا ایمانش قوی شود. پس او مردم در دعوت خود مردم را بار بار میگفتند که از این دنیا ارزش ندارند و پشت دنیا اخ ندوین. گذشت و ایثار و احسان، همین صفات نیکو را برای مردم به معرفی می گرفتند، مجالس را برای از او می ساختند، مردم را به ذکر و به اذکار و به دعا و به نیایش فرا می خواندند. آیسته آیسته این مردم به اساس از این دعوتشان یک گروپ ویژه‌ای شدند. بناهن یک تعداد علما آمدند در فقه خدمت خدا کردند، یک تعداد علما آمدند در تفسیر خدمت خدا کردند، یک تعداد علما آمدند در حدیث خدمت خدا کردند، یک تعداد علما آمدند در عقیده خدمت خدا کردند، یک تعداد علما آمدند در تربیت خدمت خدا کردند. تصوف تربیت است، تصوف تربیت است. یک سلسله شیوه هایی است که با اساس عالمانه و خبیرانه مطرح شده تا ظرفیت ایمانی یک انسان را بالا ببرد. حال ما با دو مشکل روبرو شدیم. یک مشکل ما یک تعداد تصوف را کاملا با شریعت مغایر و جدا با چی میگه که تو طریقه تا بکو، تو شریعت تا بکو، ما طریقه خدا میکنیم. استغفر الله. تو یک شی دیگری برش قائل می شود، خود را جدا فکر می کند، به چیزای ادعا میکنه که عجیب و غریب است. یک تعداد گروپ دیگر است که کل تراث را و ای کل معنویت را و ای کل ارزشی که از این طریق به دست امت اسلامی رسیده ای را با پای خود میزنه، میگه تصوف شکی کشیده و ای خرافات است و الی آخری میگه. ما تو میگم که بیاین افراط هم نکنین و تفریط هم نکنین. ما هرگاه فقه را مطالعه میکنیم، از کتاب صلات شروع کنیم تا آخرش به نام احسان و به نام تزکیه و به نام امانت و به نام ایثار و به نام عفو، شما این چیزا را پیدا نمی کنید. پس امی ارزش‌های انسانی خود در همچه قضایا نهفته است. انسان خوب همون انسان است که این صفاتش در او تبلور یافته باشد. پس تصوفی که به یک بخش دین، یک خدمت دینی و تربیت است، ما در اوجا پیدا کرده میتونیم، ولی نه به عنوان ازی که مغایر با شریعتش بدانیم، مضاد با شریعتش بدانیم و شریعت الهی را کوچک بدانیم، بلکه اتو بگیم که هرگاه مخالفت شریعت الهی شد او تصوف نیست. هر صوفی که برخلاف شریعت الهی اندکترین حرکت خود شروع کرد او تصوف نیست، خرافات است، بدعت است، هیچ ارزش نزد خدا نخواهد داشت. ولی هرگاه ما منضبط با شریعت الهی برویم، بعد از او مردم را به ذکر و به نیایش و به دعا و به تزکیه دعوت بکنیم، مشکل ما به او نداریم و بهترین شیوهی است که انسان جور می شود. پس یک نکته خود در اینجاست که ما با افراط و تفریط روبرو شدیم. گپ دویی که
هر گپی که از هر کسی که صادر می شود در هر مقامی که بوده باشد به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید رجعت داده شود. و این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، به کتاب الله به سنت رسول الله باید برگردیم. پس هر کسی که برخلاف رسول الله عمل می کند و نامش تصوف میگذارد قابل قبول نیست. بدعت قابل قبول نیست، خرافات قابل قبول نیست، شرک قابل قبول نیست که انسان برای با پای کسی خود را بندازد، سجده را به غیر الله بکند، نظر را به غیر الله بکند، احترام الله را اقا نکنه مثل که احترام مخلوق را میکنه. این چیزی است که در تصوف نیست. بنان یک تصوفی که به معنای یک علم تربیتی است که او شامل دو بحث می شود، یکی ارشاد است، یکی طریقتش است. ارشادش به این معنی یک انسان قبل از اینکه به سلسله اذکار و تربیت داخل شود شریعت الله را خوبتر باید بداند. بعد از او باز برش گفتم که اذکار صبح و شام بخوان، بعد از او برش گفتم که این ذکر را بیشتر بخوان، این تو روزه بگی، اینو تو تهجد بخوان، اینو تو دعا بکن، اینو تو نیایش بکن و کلش نیک است و بهترین کار است که انسان را اصلاح میکند. پس تلاش بکنیم که یک اصل کاملا منع کنین. هر حرکت صوفی که برخلاف شریعت الله واقع شد او تصوف نیست، او خرافات محض است. دو، هر گپی که از هر کس بیرون می شود باید به کتاب الله و سنت رسول الله بکشانیمش. تایید گرفت خوب، تایید نگرفت رد می شود. گپ سی، تصوف را دکانداری نکنیم. صحیح شد؟ چگونه از مردم پول بگیریم، چگونه مردم را فریب بدیم، دستای خود سرش بوسه بکنیم، پای خود سرش بوسه بکنیم، مردم را وادار بکنیم، به ما تعظیم بکنه و الی آخری. این چیزی است که در دین نیست. ولی اگر راهنمایی باشد، تربیت باشد، مردم را به ذکر دعوت کردن باشد، به یاد الله دعوت کردن باشد، اصلاح بوده باشد، فبها و نعمه کاری است که شریعت